الحمد لله عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دهم از شرح ارکان ایمان است و حالا صحبت ما ان شاء الله سبحانه و تعالی ادامه دارد در بیان آمنت بالله. در حلقه گذشته به شما اولین بابی رو که شیخ الاسلام گذاشته بودند در کتاب اصول ایمان به شما شرح دادیم که گفتند باب معرفت الله سبحانه و تعالی والایمان به، باب شناخت الله و ایمان بر او، و این شرح دادیم. و نقطه دقیق ترین رو بار دیگر به شما تکرار میکنیم که اول شناخت الله است و بعد از این ایمان است. الله نشناختی نامختی ایمان آوردنت ناممکن است اگرچه دعوای ایمان میکنی. اما حالا باشد به باب دوم، یا بگویم نه باب دوم نه بلکه موضوع دوم از باب، موضوع دوم از شناخت الله، شیخ الاسلام میگن که ان الله عز وجل لا ینام. کسی که میگوید که آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، باید بداند که به درستی البته که الله سبحانه و تعالی هرگز خواب نمیکند و این بیان کننده کمال الله است. الله این درجه کمالات دارد، این درجه به حد کمال است که خواب نمیکند. خواب کردن در حق الله این نقص است. اگر بگویی که الله خواب میکند پس الله را نیازمند به خواب کردی، یعنی گویا گفتی که الله نیاز به خواب دارد، یعنی الله گویا که خسته میشد. اعوذ بالله، این نقص به الله است. صفت خواب در حق الله نقص است و در حق بنده ها صفت خواب کردن کمال است. من و شما تا زمانی که خواب نکنیم کمال نمیابیم، رشد نمیکنیم. چقدر خواب رو ترک کنیم همون قدر کمالات ما از دست می رود. تا درجه ای که انسان خواب نمیکند به یک انسان بیعقل یا حتی به مریض مبدل می شود، به دیوانه مبدل می شود. برای همین علمای اهل سنت قاعده زیبایی رو در باب اسما و صفات، در باب صفات بیان کردند و گفتند کل صفت نقص لله سبحانه و تعالی، همه صفتی که نقص است به الله سبحانه و تعالی، كل صفات التي هو في حق الله هي في حق الله نقص، همه صفاتهایی که در حق الله نقص باشد فی حق العبد کمال، در حق بنده کمال است. خوردن و نوشیدن در حق الله اثبات کردنش حرام است، درست نیست. الله اینه انکار کرد، زیرا که خوردن و نوشیدن نقص است، کمبودی است. تو نیازمند خوردن و نوشیدنی، اما در حق بنده کمال است. اگر نخوری و ننوشی میمیری، وفات میکنی. خواب هم و انا همچنین. اما الله ما ایمان می آوریم، یعنی اقرار میکنیم، قبول میکنیم، تصدیق میکنیم که الله ما همیشه حی القیوم است، زنده پاینده. همیشه زنده. برای چی میگیم؟ برای اینکه انا همین خواب کردنم یک مرگ است، مرگ صغیر میگن. خیلی که الله در قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، یعنی در حالت خواب هم روح انسان میبره، مرگ صغیر است. حدیث رو آوردند. حدیث دومی که شیخ الاسلام در این کتاب اصول الایمان آوردند، حدیثی عن ابي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه،
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. حديث سياس إمام مسلم ورقم 172 روایت میکنه. در این حدیث شما میبینید صفات الله سبحانه و تعالی که باید ایمان بیاورید. ایمان آوردن به الله انا همچنین به آموزش میشود. ایمان آوردن به الله کیست؟ در کجا است؟ جواب نیست. کجا است این ایمان آوردن؟ الله حتی نشناختی. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الله بدرستی که الله خواب نمی کند و برای او خواب کردن درست نیست. الله یعنی ولا ينبغي له ان ينام، الله بی‌نیاز است از خواب کردن، نیاز به خواب کردن ندارد. برای چی الله خواب نمیکرد؟ برای اینکه الله کمال قیومیت دارد. قیومیت الله کامل است. پا برجا بودن یا که حی القیوم، زنده و پاینده بودن الله به درجه کمال است. حیات الله ببینید، به الله حیات اثبات میکنیم و به انسان هم اثبات میکنیم. حیات انسان هم حیات دارد، الله هم صفت حیات دارد، انسان هم صفت حیات دارد. لیکن صفت حیات الله مانند صفت حیات انسان نیست. صفت حیات الله به درجه کامل است، لایق به خودش است. صفت حیات انسان ناقص است. اگر خواب نکند، ننوشد، نخورد، میمیرد، حیاتش نابود میشد. اما صفت حیات الله این است که الله بی‌نیاز به این چیز است. کمال حیات الله عزوجل همین است. بارک الله فیکم. ما در عقیده اهل سنت و الجماعه سلف صالح در باب اسماء و صفات همین است که میگند وقتی که الله یک صفت نقص رو از خودش نفی میکند، سلب میکند، این رو صفت سلبیه میگند. صفت های نفی کرده الله خودش نفی کرد. برای همین ببینید الله در باب صفت های رو به خودش اثبات کرد و یک قسم صفت های رو از خودش نفی کرد، صفت های سلبی. انا همون صفت های رو که الله از خودش نفی کرد، مراد الله چی؟ مراد همین است که ضد این صفت سلبی رو تو باید اثبات بکنی. الله از خودش خواب نمودن رو انکار کرد. چی را اثبات میکنیم؟ حیاتی کاملی 100% رو به الله اثبات میکنیم. نقص ضدش کمال اثبات میشود. بارک الله فیکم. کمال و ضده میگن. خیلی که قاعده هست که در عقیده تدمریه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در صفحه 75 و 57 و 85 ذکر میکند که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفتند فصل و اما الخاتمه الجامعه ففيها قواعد نافعه. اما خاتمه جامعه در برگیرنده در و یک قاعده منفعت بخش است. قاعده الاولى ان الله موصوف بالاثبات والنفي. الله وصف شده است به دو چیز، اثبات و نفی. صفات های الله که خودی الله و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم به الله وصف کردند، اثبات کردند یک قسم، و صفات های هست که الله و رسولش از الله نفی کردند، این دویم صفت. یعنی دو صفات های اثبات شده و صفات های نفی شده که ما باید اقرار کنیم و ایمان بیاریم. فالاثبات كاخباره بانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير ونحو ذلك. صفات هایی که الله در قرآن اثبات کرد، در سنت اثبات کرد، به مانند صفات هایی که الله گفت الله همانا که به همه چیز علیم است، داناست، به همه چیز قادر است، الله شنوا است، بینا است و دیگر صفات هایی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرد. دست دارد، پای دارد، چشم دارد، نازل می شود، می آید، خنده می کند، غضب دارد، رضا دارد. همه این صفات ها ثابت است
و این چنین گفتن و نفی که قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. و این چنین صفت‌هایی هست که الله سبحانه و تعالی انکار کرد و رسول الله هم انکار کردند. یکی از صفت‌هایی که الله از خودش انکار کرد، صفت‌های نفی کرد، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله را خمیو یا غنب نمیگیرد. پینک میگن غنب، یعنی مقدمه خوب، پیش از خوب کردن کمی چله خوب و چله بیدار و غنب میگن، پیش از مقدمه خوب رو. الله مقدمه خوب هم ندارد، خوب هم ندارد. انا یک قاعده هست که ابن تیمیه در اینجا میگن، یا که پیامبر در حدیث گفتن که مثلا ان الله لیس باعور، الله اعور نیست، یعنی الله یک چشم نیست، الله دو چشم دارد. و در اینجا ابن تیمیه رحمه الله گفتند و ينبغي ان يعلم ان النفي ليس فيه مدح ولا كمال الا اذا تضمن اثباتا. وقتی که نفی می آید باید ضرور است که گفتند باید دانسته شود که نفی در مدحی که نفی که هم تو خودش مطلق آمده است، یک نفی که مطلق آمده است تو ضدش یک چیزی رو اثبات نمی کند، در این مدح یا کمال نیست. معنای سخنمون چی است؟ ما به مثال واضح میکنیم، بالمثال یتضح المقال میگن. یعنی اگر یک صفت رو از الله نفی کنی، انکار کنی، اما ضد این صفت انکار کردت رو اثبات نکنی، در اینجا تو الله رو مدح و کمالش رو بیان نکردی. این دلالت میکند که هر صفتی رو که الله از خودش نفی کرد و انکار کرد، حتما باید ضد این صفت اثبات شود. لا تأخذ سنة ولا نوم چی اثبات میشد؟ حی القیوم اثبات میشد. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام در دوامش گفتند و الا فمجرد النفی لیس فیه مدح ولا کمال. و مگر گفتند اگر مجرد نفی، خود نفی در همه حالت نفی کردن، این مدح یا کمال بیان نمیکند. لأن النفي المحض عدم محض ولا عدم المحض ليس بشيء. زیرا که گفتن نفی کامل مطلق فقط نفی خالص این عدم محض است، نبودن محض است. عدم محض این هیچ چیزی نیست. وقتی که یک صفت از الله انکار کردید و ضد این صفت اثبات نکردید، شما یک چیزی نبوده را گویی، هیچ چیزی فایده نگرفتید از این کار. و ما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا ان يكون مدحا او كمالا ولان النفي المحض يوصف. ببینید توجه بیان میکنم. بارک الله فیکم. و این چنین نظر کنید میگن به کتاب صواعق المرسله ابن القیم رحمه الله مجله 3 صفحه 1023 و بدع الفوائد مجله 1 صفحه 169. حالا به شما بیان گشت بارک الله فیکم منهج اهل السنه والجماعه ان النفي المحض لا يثبت كمالا. نفی محض کمال اثبات نمیکند. پس وقتی که نفی یک صفت رو الله نفی کرد، یک نفی صفت، انکار صفت، نفی صفت در حق الله در کتاب و در سنت شما مشاهده کردید، یک نمودی نفی صفت رو، مقصد چی است؟ الله چی میخواد در اینجا؟ یقصد به اثبات کمال الضد. قصد کرده میشد اثبات کمال ضدش. مقصد فقط نفی نه، مقصد بلکه اثبات کردن کمال ضدش. ضد نو چی است؟ ضد خوب کردن چی است برادر عزیز؟ حیات است، قیومیت است. وقتی که میگیم که الله خوب نمیرود، وقتی که پیامبر گفتن که ان الله لا ینام، الله خوب نمیکند، در همین حدیث پیامبر اثبات کردن کمال حیات الله را یا کمال قیومیتش را. و این معروف است، این آیت معروف است. سوره بقره 255 همه مسلمان ها این آیت از یاد هستند. آیت الکرسی میگن الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله ذات است که نیست معبود بر حق بجز او و او حی است و قیوم است. لا تأخذه سنة ولا نوم. حی القیوم از ببینید با چگونه الله اثبات کرد. الله را غنب مقدمه پیش از خوب نیست و الله هرگز خوب نمی کند. الله اکبر. انا كل قسم از حدیث یخفض القسط و یرفعه.
علما گفتن قسط اینجا به معنای عدل بعضی میگن، بلکه این میزان است. گفتن میزان ترازو، بعضی عدل گفتند. یک قول راجح میزان است. ترازو، این ترازو خودش عدل است. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میگذاریم ترازوهای عدل را به روز قیامت. برای همین علما عدل گفتند. سوره انبیاء 47. ظاهر حدیث همین است. گفتند الله پست میکند میزان را و بلند میکند میزان را، چگونه که الله سبحانه و تعالی خواست. و دوام حدیث درباره صفتی چی؟ لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه. وجه، الله وجه دارد، الله روی دارد. اگر پرده که امروز بین الله و بین مخلوقین هست پرده رو باز کند، به همون سبحات وجهش، نوری که از همون وجهش بیرون می شود، همه این خلقش می سوزاند. یگانه خالق الله است، غیر الله همه چیز مخلوق است. عرش میگویی، کرسی میگویی، آسمان میگویی، زمین میگویی، همه مخلوق است. همه این از ملک الله است. اگر الله حجابی که بین خودش است و بین مخلوقاتش است بگیرد، تمام این مخلوقات ها میسوزد. عرشی که زمین ما در بالای این زمین و آسمان های افکنه، در بالای عرش یک نقطه هست، نقطه یا کمتر از نقطه. عرش قدر بزرگ است لیکن میسوزد، کاملا نابود میشد. سبحات وجهه، سبحات یعنی نور گفتند. همه خلق میسوزد. الله اکبر. انا من الله شناختی چگونه ذاتی بزرگ است. در این حدیث فهمیده می شود که الله از مخلوقات جدا هست. تو ایمان بیار. وقتی که میگویی که آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، ایمان بیار که الله از مخلوق جدا هست و بین مخلوقهایش و بین الله پرده هست، حجاب است که نور الله را الله به همین حجاب می دارد که به مخلوقات نرسد، زیرا که این مخلوقات طاقتی ایستادن در روبروی نور الله نیستند. وقتی که موسی علیه السلام گفتند که الله من میخواهم تو را ببینم، الله چی گفت؟ این به یک کوه نظر کن، اگر کوه طاقت داشته باشد توانایی باید نظر میکنی. کوه پاره شد. برای همین هرگز انسان در این دنیا الله را با این چشمهایش، با این جسمهایش دیده نمیتواند و الله را هرگز انسان ندیده است در این دنیا. البته در خواب دیدن الله سبحانه و تعالی ثابت است، در خواب دیده می شود، خیلی که از 4 مذهب ثابت است، ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل و غیره. این عقیده سلف است و در سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را خواب دیدن که در آینده به شما ذکر میکنه. الله را پیامبر خواب دیدن صلی الله علیه و سلم. اما وقتی که الله را کسی در خواب میبیند یا صدای الله را یا الله را به مانند چیزی، این معنای آن ندارد که الله همون خیل است. نه، تو میفهمی که الله خواب دیدی، اما نباید همون چیزی که خواب دیدی بگویی که همون الله همچین است. برای چی؟ برای که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مانند الله نیست. اما وقتی که پیامبر به اسراء و معراج رفتند، پیامبر هم بین پیامبر و بین الله حجاب بود. وقتی که پیامبر بازگشتند سوال شد، پیامبر را سوال نمودند که افلا رأیت ربک، آیا الله ربت را دیدی؟ الله را دیدی؟ پیامبر گفتند نور ان اراه، نور بود، من چگونه میبینم؟ پیامبر صحبت کردند. پیامبر به درجه رسیدند که هیچ کسی نرسیده، هیچ کسی، یگان نفر، نه ملائکه، نه انسان، نه هیچ کسی، بالاترین مرحله رسیدند. اما بین پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و بین الله حجاب بود. این دلالت به چی میکند؟ الله در بالا هست و همه مخلوق ها، همه خلق شده که الله خلقت، همه چیز غیر الله مخلوق است، در پایان است. الله از همه چیز بالا است. الله جدا از مخلوقاتش، بین مخلوق و بین الله حجاب است. حجاب ها را ما در کتابی که شرح دادیم
کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین بیان کردیم که حجاب ها چگونه بود، چند قبط بود، قبط های حجاب بیان کردیم که حالا من نمیخوام در این موضوع زیاد روم. پس اما عقیده اشعری و ماتریدی، عقیده رافضه که امروز در تاجیکستان معروف است، چرا این اشعری ها و ماتریدی ها، صوفی ها رافضه رو برادر میگن؟ در باب توحید اسما و صفات اینا یک عقیده دارن. رافضه ها هم میگن که شرط نیست که شما، یعنی رافضه ها تاجیک بچه های رافضه شده را میگن که شما رفته شرط نیست که مردم به سوی شیعگی دعوت کنید. میگن شما مردم میگد به سوی اشعری و ماتریدی دعوت کنید، زیرا که اشعری و ماتریدی وقتی که شما شدید، شما 10 قدم یا 100 قدم به سوی رافضه نزدیک شدید. رافضه اهل سنت رو زینه به زینه به گمراهی میبرد. اول به اشعری و ماتریدی میبرد، بعد از این به دیگر فتنه ها میبرد. الله المستعان. پس بالاخره عقیده این خوبسا در باب الله چی است؟ در باب این حدیث سه خوندمون چی است؟ پیامبر گفتند که الله وجه دارد. اشعری و ماتریدی و صوفی های علمای تاجیکی که شما دارید، آسیای مرکزی، روس و غیره، اکثرش اینها ایمان ندارد به این چیز، به وجه الله ایمان ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله از مخلوقاتش جدا هست. این خوبسا میگن که الله در درون انسان است. لامکان است گفتن، فکر نکنید که ما هم به الله مکان میدیم. ما میگیم الله هرگز به مکان نیاز ندارد. مکانی که شما میگید که مخلوق است، الله از مخلوقات بیرون است، در درون مخلوق نیست. الله هرگز حاجت به مخلوق ندارد، به مکان ندارد. اما وقتی که عباره لامکان میگویند، معناشون این است که الله در همه جا، یعنی در درون تو، در درون مخلوق، در همه جا. عباره کلمه که استفاده می‌کنند معنای باطلش خیلی کفری است. ما این کار میکنیم. ما نمیگیم که الله حاجت یا نیاز به مکان دارد، بلکه الله بالاتر از این همه چیز در بالای عرش است و جدا از مخلوقین است، جدا است. به اینون خلقی در اساس حدیث پیامبر گفتند صلی الله علیه و سلم، الله جدا از خلقش است. بین الله و بین مخلوق پرده هست. اگر الله پرده را باز کند، همه چیز میسوزد از نور الله. اینها میگن که نه، الله در درون چی است؟ الله میگه ذهنی است. انکنون ایمان آوردند اینها، اشعری ها و ماتریدی ها و رافضه ها و جهمی های معطله ها، به الله آیا آمنت بالله وقتی که گفتن ایمان آوردن؟ ایمان آوردن، ایمان ندارن. نه به وجه الله، نه به جدا بودن الله ایمان ندارن. وقتی که به جدا بودن الله از مخلوقاتش ایمان آوردی، الله رو به مخلوق یکجا کردی، چی شدی؟ کفر است. هرگز به الله ایمان آوردی. و این عقیده را علما عقیده شرکی کفری گفتند. همه علما دست جمعی این کار کردند. عقیده جلال الدین رومی، مولوی جلال الدین رومی که کتاب مثنوی معنوی دارد، انا همین عقیده وحدت الوجود است. همین عقیده آمیخته الله و رسول همه بودن است. عقیده بسیار شاعرای تاجیک همین عقیده است، زیرا که اینها قسمشون غلاتی صوفی، قسمشون قرامیتی رافضی بودند. قرامیتی رافضی ها اینا وحدت الوجود عقیده دارند. ناصر خسرو اسماعیلی خبیث، اسماعیلی عمر خیام قرامیتی خبیث، فردوسی قرامیتی خبیث، ابو عبدالله رودکی قرامیتی خبیث. ابو عبدالله رودکی را چشمش برای چی؟ در دولت سامانیان سوزانیدند. در دولت سامانی نصر ابن احمد السامانی برای چی سوزانید؟ قرامیتی بود، عقیده باطل داشت. عقیدهشون در باب الله، در همین باب الله همچنین بود. اینها ایمان به الله ندارند و هر کسی که انا همچنین ایمان دارد، این آمنت بالله، ایمان ندارد به الله سبحانه و تعالی. و ابو حامد الغزالی هم پیش از توبه عقیده وحدت الوجود نه، حلولی داشت. اتحاد حلولی، یعنی میگه که در اول الله جدا بود و بعد یک جا شد. وحدت الوجود میگه که از اول یک جا بود. یکی بالاخره عقیده ها را همه علما انکار کردند. یا عقیده ابن سینا هم عقیده خبیث داشت. و این عقیده امروزه اشعری ها و ماتریدی ها و عقیده جهمی ها است. الله المستعان. دین را از الله و رسول نگرفتند. آمنت بالله را تو چگونه ایمان آوردن به الله را
باید از قرآن و از سنت از صحابه بگیری. لیکن اینها از ابن سینا و افلاطون و ارسطو و بالاخره به مجوسا هم رسیدند. بارک الله فیکم. اکنون ایمان به الله میاری، ببین که الله سبحانه و تعالی و رسولش در حق خودش چی گفته است، در حق الله سبحانه و تعالی. شیخ میگن اثبات ان لله عز وجل یمینا، اثبات نمودن این که الله سبحانه و تعالی یمین دارد، طرفی راست دارد، یمین راست. و این حدیث حالا به شما بیان میکنم. شیخ میگه عن ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا، از ابی هریره رضی الله عنه مرفوع است. مرفوع ما نمودهای حدیث داریم که اولها صحيح وما اتصل اسناده لم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط مثل معتمد في نقل معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وهذا الرجال لا كالصحيح، وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. مجد وما اضيف للنبي المرفوع، همه حدیثی که صحابه ها گفتن که پیامبر گفتن این حدیث مرفوع میگه. مرفوع حدیث مرفوع است. معنای حدیث مرفوع این است که این حدیث سخن صحابه نیست، این روایت سخن تابعین هم نیست، این روایت سخن رسول الله است. عن ابی هریره مرفوعا، یعنی این حدیث سخن ابو هریره نیست، ابو هریره مرفوع کرد، برداشت بکی به رسول الله. وما اضیف للنبی المرفوع وما لتابع هو المقطوع و الی آخره. در دوامش میگن یمین الله ملأ لا تغیضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجه. حدیث را اخرجه وقتی که گفته میشه چی میفهمید؟ دو کس اخراج کردن. اخرجه شیخان میگن، اخرجه یا متفق علیه. این حدیث قوی ترین حدیث است، بقوت ترین حدیث است، حدیث متفق علیه است. یا این متفق علیه میگن یا اخرجه میگن یا اخرجه شیخان. تخریج کردن یعنی اخرجه و تخریج کردن، یعنی سنداش دیده بر اومده، همین حدیث روایت کردن. از حدیث ابو هریره است، بلافسوی گوناگون آمده است. میگن امام بخاری دو مرتبه این حدیث در صحیح بخاری ذکر میکن با رقم 4684 و با رقم 7411 و بلفظ ید الله ملأ یا و بیده المیزان و یقفز و یرفع. و امام مسلم با رقم 993 با لفظ و بیده الاخرى القبض و کلاهما لیس فیه القسط. هر دو این حدیث و کلاهما یعنی در هر دو این حدیث کلمه القسط نیست. میگن ابن ماجه با رقم 197 از حدیث ابو هریره و بیده الاخرى المیزان و یرفع القسط و یخفض، قسط در سنن روایت شده است. میگن بارک الله فیکم. یمین الله ملأ لا یغیضها نفقه، یعنی یمین الله، دست الله، یمین راست الله پور است. یمین گفته اینجا انا هم در نظر دارم هرگز به نفقه کردن الله سبحانه و تعالی کم نمیشود. شب و روز الله نفقه میکند به بنده ها و به مخلوقاتش، کم نمیشود. پیامبر میگن ارائیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، آیا شما دیدید که از اون روزی که الله زمین و آسمان خلق کرد چگونه نفقه میکند، چگونه میبخشد به بنده هاش؟ هرگز اون چیزی که در یمینش هست، در یمین الله هست، راست الله هست، هرگز کم نشد، هرگز نقص کم بودی به اون چیزش نمیاد. قسط هم بیده الاخرى در دست دیگرش است. عدل گفته میزان میبردارد و میفرد. از این آخری حدیث چی فهمیدیم؟ بیده الاخرى به دست دیگرش است. یمین این دست الله هست، عباره یمین دست الله هست. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کلتا یدیه یمین، به الله ایمان بیاور که الله دو دست دارد و این الله در قرآن ذکر میکرد.
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سوره مودت 64 رو ببین. الله میگه که بلکه دو دستی الله باز است، چگونه خواهد چی میکند؟ نفقه میکند، میبخشد. این سخن الله برای چی گفت؟ این سخنش رو، کلام الله برای این رد یهود است. یهودها الله اعوذ بالله طعنه کردن، گفتند یده، بلکه گفتند دو دستی الله چی است؟ مغلق است، یعنی بسته است. دستی الله بسته است، یعنی الله نفقه نمیکند. اعوذ بالله، الله طعنه زدن. الله به اینها گفت که نه، بلکه دو دستی الله باز است، چگونه خواهد نفقه میکند. سوره مودتی 64 دو دستی الله اثبات میکند. و پیامبر چی گفتند؟ گفتند که هر دو دستی الله دستی راست گفته میشد. شما نگویید که ما دستی راست داریم دستی چپ داریم. بنده ها، شما دستی الله به دستی خودتون قیاس کرده نگویید که دستی الله چپ است و راست است، یا راست است و چپ است. نه، پیامبر گفتند کلتا یدیه یمین، هر دو دستی الله راست گفته میشد و این صحیح است. و بارک الله فیکم. پس اگر دستی دوم گوید ید الاخرى، چه خیلی که پیامبر در اینجا بیان کرد، یک که دست یمین گفتن، دست دوم اخرى، دست دوم گفتن، یمین الاخرى نگفتن، ید الاخرى، ید الاخرى. و الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیه 75 به شما خبر میدهد، شما باید به این ایمان بیارید، اقرار و تصدیق کنید. الله میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه. این خطاب الله به شیطان بود. الله به شیطان خطاب کرد، گفت که ای شیطان، تو را چی منع کرد از سجده کردن به همون چیزی که به دو دستم خلق کردم؟ آدم الله به دو دستش خلق کرد و معروف است که الله 4 چیز به دو دستش خلق کرد، یا بگیم به دستش خلق کرد. آدم به دو دستش خلق کرد، عرش به دستش خلق کرد، جنت الفردوس به دستش خلق کرد، جنت العدن میگه. ببینید الله همه چیز به دستش خلق نکرد، 4 چیز به دستش خلق کرد. باقی مانده چیزها را چه خلق کرد؟ اذا اراد شيئا، اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون. انا میگست ان يقول له كن فيكون. الله یک چیزی رو اگر بخواهد میگوید، کلاما امر میکند، بشو، میشود. اما چیزهای بزرگی رو الله به دستش خلق کرده است. این دلالت به شرف بزرگی او میکرد. عرش خیلی گفتیم، جنت العدن یا فردوس هم میگن، و آدم علیه السلام. بله تو باید ایمان بیاری. وقتی که میگویی که من ایمان به الله آوردم، ایمان به قرآن کلام الله غیر مخلوق ایمان آوردم، میگویی من این آیات‌ها به تو آمد، من این حدیث‌ها به تو آمد، آیا ایمان میاری به الله سبحانه و تعالی؟ وقتی که گفتی که آمنت بالله، رکن اولی ایمان انا همین است، مرحمت به این آیات‌ها به این حدیث‌ها معناش به تو فهمیده شد، اقرار کن، تصدیق نمو، مسلمان شو. به این علما گمراه ائمه المضلین میروی، پیروی میکنی، یا به قرآن سنت سلف این امت صحابه تابعین و غیر و تبع تابعین. هر کسی که آمنت بالله گفت، دستی الله انکار کرد، انا من آیات را انکار کرد، تکذیب میشه. بعد از فهمانیدن، حجت رسانیدن قبول نکرد، کفر میشد. شبهاتش بر رد زدن قبول نکرد، کفر میشد. در اول یک بار نه، زیرا که مسئله چی گفتیم؟ به دقایق و به مسائلی که دست الله به اصل دین نسبت ندادن علما، صفاتها را در باب ایمان آوردن به الله، در باب اسما و صفات، صفاتها را به دو قسم تقسیم کردن. قسم از صفاتها اصل دین است، به مانند علم الله، قدرت الله، حیات الله سبحانه و تعالی، که ناممکن است که تو ایمان بیاری و این چیزها را قبول نکنی. اما صفاتهای هست که در این صفاتهای فقط خبری است، از غیب است. بعض انسان اگر خطا کرد، بله یک بار کفر نه، البته حجت رسانه شد. و سخن امام شافعی که گفتند هر کسی که در صفاتهای الله جاهل ماند تکفیر کرده نمیشه و تا زمانی که به او حجت قائم کرده نشد، به همین مسائل تعلق دارد، قسم همین مسائل دقایق صفات الله سبحانه و تعالی. و ابن جریر الطبری هم در کتاب التفسیر فی معالم الدین صفاتها رو به همچنین دو قسم تقسیم کرد.
و گفتن یک کسی از اهل سنت و جماعت یک دو صفت رو تعویل کرد و گمراه شد، مبتدع ضال است، گمراه است، اما یک بار تکفیر کرده میشد. فهمانیده نصیحت کرده میشد، شبهه‌اش رد میزنه، قبول نکرد، بعد تکفیر است. پس ایمان باید بیاری به الله سبحانه و تعالی. انا همچنین چگونه که الله تقاضا کرده است تو به خواهش خودت ایمان نبیار، به همون رویش منهجی که الله سبحانه و تعالی به تو خبر داد ایمان بیار که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مانند الله نیست، ولی الله صفت دارد، سمیع است، شنوا و بینا دارد، چشم دارد. فاصنع فانک باعینه، سوره شروع 11 و غیره. بارک الله فیکم. پس الله در این حدیث به خودش دست رو اثبات کرد، یمین، یک دست یمین گفت و دست دیگرش رو ید الاخرى گفت. سبحان الله. پس حدیث صحیح دیگر به ما گفتیم امام مسلم روایت میکنن که با رقم 2788 از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که هر دو دست الله یمین است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوی الله عز وجل السماوات یوم القیامة ثم یأخذهن بیده الیمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يتوي الارضين بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند یطوی الله السماوات یوم القیامة ثم یأخذهن بیده الیمنى، تمام آسمان ها رو روز قیامت الله به دست راستش میگیرد و خیلی پخش میکند. خیلی پنجره مشت کن، پخش کن، کاغذ به دستت گیرم خیلی پخش کن. آسمان های هفتگانه الله خیلی به دستش میگیرد، پخش میکند، زیرا که الله دست دارد، انگشت دارد، چگونگیش ما نمیدونیم لیکن اثبات میکنه. و الله آسمان ها رو پخش میکند و میگه که من ملک هستم، من پادشاه هستم. کجا هستن جبارها؟ جبارهایی که در این دنیا خودشون پادشاه گفتند، خودشون اعوذ بالله حاکم گفتند، قانون برآوردند، به درجه اعوذ بالله صفات های الله به خودشون دادند. این جبارها، این ظالما کجا هستند؟ هیچ کسی نیست. ملک حقیقی الله هست. این باقی مانده این در این دنیا بوده و اگر چیز نوم اینها را پادشاه ملک میگن، اینا هیچ چیزی نیست. الله میگه این المتکبرون، کجا هستن این متکبرینه که و اذا قیل لهم لا اله الا الله اذا هم یستکبرون، اینا به لا اله الا الله گفته میشد، نیست معبودی بر حق بجز الله، این است حق. کبر میکردن از توحید قبول نمیکردن. کجا هستن این متکبرون؟ و به دست دیگرش که در این روایت بشمالی آمده است، برای همین بعضی از علما شمال هم استفاده کردند. ثم یتوی الارضین بشماله ثم یقول، زمین های که ما میگیم که اراضین 7 زمین است، 7 زمین به دستی گویا که به شمالش به چپش میگیرد و پخش میکند زمین ها را و میگوید من ملک هستم، پادشاه هستم. کجا هستند جبارها؟ کجا هستند متکبرها؟ بارک الله فیکم. و چه خیلی گفتیم در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و کلتا یدیه یمین، و هر دو دست الله یمین است، راست است. و این را هم امام مسلم روایت کردن با رقم 1827. برای همین کلتا یدیه یمین گفتن بهتر است، اگرچه شمال هم ثابت شد. و قسمی از علما گفتن ما اثبات میکنیم هم شمال، هم راست و هم چپ را به الله، دست راست و دست چپ میگیم. و این سخن رو قسمی از محققین علمای بزرگ سلف و خلف ذکر کردن در اساس حدیثی، در اساس حدیث صحیح مسلم که پیامبر گفتن، در اساس هوای هوس نیست. شمال یعنی چپ رو هم گفتن که این یک سخن شریف است، گفتن به مانند دست چپ الله هم گفتن اینم به مانند راستش از شریف است. گفتن وقتی که گفتن ما دست چپ رو به الله وصف میکنیم، گفتن نمین بابی نقص است، این چیزی که ثابت است. گفتن چه خیلی که در روایت امام مسلم راست چپ. و به همین سخن، به همین عقیده مائل هستند شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب توحید
وقتی که ما کتاب توحیدشون در آینده شرح میتیم میبینید انشاءالله. اما طایفه دیگری از علمای محققین میگن که بلکه ما میگوییم یمین، هر دو دستش یمین میگیم و این حدیثی که امام مسلم روایت کردن صحیح است، لیکن گفتن کلمه شمالش نمیشه شاذ است. به مانند علمای حدیث به مانند بیهقی و غیره این سخن ذکر کردن. نظر کنید به کتاب اسماء و صفات بیهقی مجله 2 صفحه 139، ضعفاء العقیلی مجله 3 صفحه 153، مجموع الفتاوی ابن تیمیه مجله 17 صفحه 92-93 نظر میکنید. برای که حدیث های هست که سندن صحیح است اما شاذ است. ما برای حدیث صحیح چند شرط داریم؟ 5 شرط. اولها صحیح و هو متصل، اسناده لم يشذ او يعل، یعنی متصل اسناده. یکمین شرط حدیث امین است که سندش متصل باشد. دومینش لم يشذ او يعل، شاذ نباشد. شاذ گفته چرا میگن؟ حدیثی که سندش صحیح است، یک آدم روایت کرده، در این یک جمله هست، مثلا خیلی که میبینید شمال به الله ثابت شد، اما دیگر روایت هایی که هست 10 روایت دیگر، 10 صحابه دیگر رضی الله عنهم از پیامبر روایت میکنن که دست الله هر دو یمین گفته میشه، شمال گفته نمیشد، یمین گفته میشد. و او حدیثی که دست الله هر دوش یمین است یک صحابه 10 صحابه روایت کردند. اما یک حدیث یک صحابه آمدند و گفتن که نش شمال هم میشد، از پیامبر شمال را روایت کردن، این شاذ میگن. و همچنین سخن گفتن جایز نیست گفتن، و این سخن قوی است و علمای محققین که شمال را اثبات کردن نقص نیست گفتن، اینم قوی است و در این باب طعنه نیست. اما عقیده ما شخصی، عقیده خودی بنده و علمایی که من به اونها رفتم، والله اعلم میگویم هر دو دست الله یمین گفته میشد و اگر شمال کسی گوید هم به او سخت نمیگیریم، لیکن اعتقاد ما یمین است. و به همین چیزها وقتی که ایمان آوردید آموختید و فهمیدید انمین است آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، انمین است. و البته در حلقه آینده در باب ایمان به الله، در باب علم الله سبحانه و تعالی صحبت میکنیم. یعنی سخن رو خیلی دور و درازی سخت در این یک حلقه را نمیگیریم و در آینده باز در این باب صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.